بدون نور وجود نداره. در واقع هر تصویری که ما میبینیم بازی سایه با نوره. نور روشن کردن صحنه نیست، فقط زبان داستانگویی تو سینماست. دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه ما فکر کنیم که یک کاراکتر معصومه یا که خطرناک. کلمه فوتوگرافی از دو کلمه یونانی تشکیل شده که اولیش فوز به معنی نور و بعدی گراف به معنی نوشتن میاد. پس فوتوگرافی به معنی نوشتن با نوره یا ثبت نور. ولی ما تو سینما یه قدم جلوتر میریم، با نور قصه مینویسیم. پس اگه میخوای یه فیلم بردار حرفه‌ای بشی باید نور رو بفهمی، چون نور یک ابزار نیست، فقط نور قلم توه. این اولین بخش از دوره نورپردازی سینماییه. ما اینجا یاد میگیریم چطور نور رو کنترل کنیم، بشناسیمش و ازش استفاده کنیم تا روایت تصویرمون رو به درست‌ترین شکل نشون بدیم. پس با من همراه باش تا دنیا رو از اینجا به بعد یه جور دیگه ببینی. مرسی که تا اینجا با من بودی.